سلام به همگی. من نریمان نادری هستم، مدرس ریاضی و مشاور کنکور، رتبه 71 منطقه 2 153 کشوری کنکور تجربی 96. تو این کانال قصدم اینه که با هم ریاضی رو درس بدیم، چیزای مربوط به کنکور، مشاورهای مربوط به کنکور رو کار کنیم و در گام اول میخواستم که سخت‌ترین کنکور این چند وقت اخیر از لحاظ ریاضی رو با هم آروم آروم حل کنیم. محتواهای بیشتری در انتظاره، پس حتما سابسکرایب کنید و کامنت بذارید. فقط این که سوال اول یه خورده کیفیت صداش پایینه که در سوالهای بعدی یکم بهتر میشه. پس بریم که داشته باشیم. خب میریم سراغ سوال اول. مثل همیشه اول سوال رو قدم به قدم میخونیم، راه حلش رو تو ذهنمون میاریم و بعد حلش میکنیم. یه نمودار زیر تابع F رو نشون میده. دامنه یه تابع دیگه که با تابع F یه بازی شده رو از ما میخواد و فقط نمیخواد، میگه که شامل چند عدد صحیح میباشد. معمولا تو سوال‌هایی که از ما دامنه رو میخواد، چون که میدونیم حالت عادی دامنه معمولا کل اعداد صحیح رو شامل میشه. وقتی دامنه رو از ما میخواد مثل این سوال، یعنی یه اتفاقی با اون تابع اولیه افتاده که ما خیلی بخش زیادی از دامنش رو از دست میدیم. چون همینجور که نگاه کنید اینجا تابع F به سمت منفی بی نهایت دامنش سیر میکنه و هیچ محدودیتی نداره، به سمت مثبت بی نهایت هم میره. چه اتفاقی برای دامنه F افتاده؟ رفته زیر یک تابع رادیکالی که در این تابع رادیکالی ما هم F رو داریم، هم یک F تغییر یافته، یک Fی که به علاوه 2 شده، F X به علاوه 2 داریم. پس برای حل این سوال فهمیدیم که چرا از ما دامنه رو میخواد و فهمیدیم که چه اتفاقی افتاده. و همین کاری که باید بکنیم اینه که بفهمیم دامنه در زیر تابع رادیکالی چه اتفاقی براش میفته، با توجه به اون خصوصیاتی که داره این تابع جدید رو حساب کنیم، دامنش رو زیر رادیکال حساب کنیم و وقتی دامنش رو حساب کردیم ببینیم که چند تا عدد صحیح میتونیم از توش در بیاریم. همونجوری که میدونید دامنه زیر تابع رادیکالی فقط تابع هایی قبولن که عدد مثبت به ما بدن. یعنی ما فقط مثلا اگه تابع F خالی اینجا داشتیم، فقط این جاهای تابع که مثبت بود رو ما میتونستیم جزو دامنه حساب کنیم. برای همین ما تو این تابع، در تابع های رادیکالی ما فقط میتونیم مقدار مثبت داشته باشیم زیر تابع، مقدار مثبت در تابع رادیکالی قبوله. برای همین تابعی که در زیر یک تابع رادیکالی باشه حتما مقادیر مثبتشه که فقط دامنش قبول میشه. برای همین ما باید بیان این مقداری که به ما داده شده، این مقدار رو ببینیم که کجاهاش مثبتن. ما از کجا میتونیم مثبت از این دامنه استخراج کنیم، دامنه مثبت از این استخراج کنیم که بتونیم در زیر تابع رادیکالی مقدار مثبت ازش بگیریم و دامنه ما قابل قبول باشه. بیایم اینو بشکافیم. یک منفی داریم که منفی، خب علامت منفی کننده است، همیشه منفی. یک F X داریم، یک F 2 به علاوه X داریم. وقتی این منفیه، یعنی این دوتا با هم باید منفی باشن که ضربشون ضرب این منفی اینجا یک عدد مثبت بشه و کل رادیکال ما یک عبارت مثبت بشه و ما از رادیکال بتونیم مثبت در بیاریم. پس هدف حل سوال ما معلوم شد. ما باید جاهایی از این تقسیم رو به دست بیاریم که منفی میشه و اون جاهایی که منفی میشه رو ضرب در این منفی کنیم مثبت میشه و اون دامنه‌ای که اینجا رو منفی میکنه جواب سوال ما خواهد بود. ما که تابع Fx رو داریم، میدونیم کجاها این مثبت کجاها منفیه. اگه ما تابع F2 به علاوه X رو هم داشته باشیم، میتونیم با تعیین علامت که یک چیز ساده‌ای هستش بفهمیم که این تقسیم منفی میشه و اون رو به دست بیاریم و اون میشه جواب سوال ما. پس ما یک تعیین علامت میکشیم، یک جدول تعیین علامت میکشیم
بعد اول برای fx که داریمش و راحت تره برامون، که تعیین علامت خیلی راحت، صفر کننده ها رو در میاریم. یه دونه یکه که میدونیم، یه دونه صفره که باز دوباره داریم، و یه دونه -2. بالا یک میدونیم که مثبته، 0 تا 1 میدونیم که منفیه، 0 تا -2 میدونیم که مثبته، -2 به بی نهایت هم میدونیم که منفیه. fx به علاوه 2. بچه خیلی راه برای این هست که بهتون تابع fx به علاوه 2 رو نشون بدم، ولی راحت ترین راهی که ببینید تو هر سوالی بعد ببینید کدوم روش برای خودتون راحت تره. راحت ترین راهی که برای این سوال میشه پیدا کرد اینه که خب ما نقاط صفر کننده این تابع رو میدونیم و بالای اون نقاط صفر کننده علامت چجوری رو هم میدونیم. پس اگه بدونیم که نقاط صفر کننده این تابع چی میشه، میتونیم علامت راش رو هم پیش بینی کنیم. پس میگیم که x به علاوه 2 تو 1 اگه مساوی 1 باشه اون 0 میشه. پس نقطه همعرض 1 تو این تابع پایینی میشه x منهای 1. همینجوری اگه برای 0 بریم میشه x منهای 2 و برای -2 بریم میشه x منهای 4. اگه براتون سخته میتونین از اون روشی که میگیم که اگه به علاوه بشه یک تابع به سمت چپ میره و اگه منها بشه به سمت راست میره استفاده کنیم و همون نتیجه رو میگیریم. پس ما فهمیدیم که این تابع نقاط صفر کنندش این چیزایی میشه که اینجا نوشتم. پس اگه ما قرار بدیم یک -1 اینجا باید قرار بدیم، -2 رو که داریم و یک -4 رو هم اینجا قرار بدیم. مثل تابع قبلی از -1 به بالا، چون -1 هم ارز 1 در تابع بالایی، این باید مثبت بشه. پس ما از -1 به بالا مثبت داریم. از -1 تا -2، -2 هم ارز -2 هم ارز 0 در تابع پایینی، -2 هم ارز 0 تابع بالاییه. پس ما اینجا باید منفی داشته باشیم. تو تابع بالایی -2 بود، اینجا -4 داریم. بین این دوتا همینجا که اینجا مشاهده میکنید مثبته. پس ما اینجا هم مثبت داریم و بعدش هم منفی داریم. اگه این تعیین علامت ها رو ما انجام بدیم، از 1 به بالا مثبت در مثبت میشه مثبت، بین 0 تا 1 میشه منفی، بین -1 تا 0 میشه مثبت، بین -1 تا 2 میشه منفی، بین -2 تا 4 میشه منفی و بین -4 تا بی نهایت هم میشه مثبت. ما منفی های این عبارت کلی رو میخواستیم، یعنی تعیین علامت انجام شده و این عبارت کلیه. ما منفی هاشو میخواستیم. چرا منفی هاشو میخواستیم؟ یک منفی اینجا داریم و ضرب در این منفی یک مثبت در رادیکال به ما میده. پس اگه دامنه رو بخوایم حساب کنیم، دامنه اینجا چی میشه؟ ما یک -4 تا -1 داریم اینجا، یک 0 تا 1 داریم اینجا که اینا منفی میشن در دامنه کلی. من آکولادش رو درست بکشم. -4 و -3 و -2 -1 و 0 و 1 اینا شدن عددهای ما برای دامنه صحیح. این اعداد میشن دامنه ما، دامنه صحیح ما برای عدد 0. خب اینجا خیلی ها اینا به دست میارن و گزینه 2 رو میزنن و سوال رو غلط میزنن. نکته این سوال چیه؟ چرا من اصلا اینو نوشتم؟ چرا اینو براتون مشخص کردم؟ به خاطر اینکه بچه‌ها نکنید تو سوال مثل این، مخصوصا یک سوال طولانی وقتی هستش، شما به وسطای سوال که میرسید قوانین سوال رو فراموش میکنید. مثلا یک سوالی مثل این که طراح به خوبی با یک تابع رادیکالی شما رو سرگرم کرد، شما گفتین چه راحت من تعیین علامت میکنم، به دست میارم و یک سوال 1% کنکور رو به دست میارم. شما اگه خب بدونین که تا الان به این اشتباه پی بردین، ولی اگه متوجه نشدی
این تابع علاوه بر اینکه یک تابع رادیکالی هست، یک تابع کسری هم هست. در توابع کسری ما یک شرط دیگه هم برای دامنه داشتیم. این شرط دامنه نباید مخرج کسر رو صفر کنه، چون اون موقع ما یک عدد بی‌معنی خواهیم داشت و عدد بی‌معنی جایی در حل سوال ما ندارن. پس اگه برگردیم به این سوال، بعد ببینیم که کجاها برای ما مخرج کسر رو صفر میکنه. -1، -2 و -4 هستند. اینها چیزهایی هستند که مخرج رو برای ما صفر میکنند. برای همین ما اینها رو باید از دامنه‌ای که داریم حذف کنیم. یعنی ما -1، -2 و -4 رو حذف میکنیم. بریم بقیه رو یه شکل کنیم. یک مشکلی نداره. یک میگیم که خب خودش هم صفر کننده است. آره، صورت رو صفر میکنه. ما با صفر شدن صورت در توابع کسری یا رادیکالی مشکلی نداریم. یک پس قبوله. صفر دوباره چی؟ صفر هم مشکلی نداره. چرا؟ چون باز دوباره صورت رو صفر میکنه و جزء صفر کننده‌های مخرج نیست. -3 هم یه چیزی این وسطه که این پایینه، نه صورت صفر میشه نه مخرج و یک عدد مثبتیه. پس ما 3 عدد صحیح پیدا کردیم که -3، 0 و 1 هستن و جواب درست سوال گزینه 1 میشه. خب حالا میریم سراغ سوال دوم. به نظر من سوال دوم مثل سوال اول نشون دادش که طراح با کسی شوخی نداره. این سوال هم مثل سوال اول میخونیم. اول میگه اگر f(x) مساوی این مقدار باشه و g(x) مساوی این مقدار باشه، مقدار g او f -5/3. شما میدونین که تو تابع هایی که ما مثلا g او f(x) به کار میبریم یعنی چی؟ یعنی یک x میدیم به تابع f(x) که به ما یک y میده که ما این y رو به صورت ساده شده همون f(x) در نظر میگیریم و این y، این x به دست اومده رو میذاریم تو تابع بعدی که برای ما تابع g(x) و اون نتیجه نهایی رو ما میخوایم. خب تو این سوال اگه از همین روش مبتدی بریم، روش ساده بریم، یعنی x مون رو که داریم -5/3 f(x) رو به دست بیاریم و بگیم این f(x) بشه x تابع جدیدمون g(x) و این عبارت رو به دست بیاریم، به زودی متوجه میشیم که وارد یک جهنمی شدیم که ازش خارج نمیتونیم بشیم به خاطر پیچیدگی که این سوال داره. شما فرض کنین که این تازه این عبارت میشه x جدیدمون، یعنی این x جدیدو ما بعد به علاوه یه f(x) کنیم، یعنی x رو دوباره تو تابع f بذاریم، یک عددی که به دست میاد این دوتا رو با هم جمع کنیم، جزء صحیح بگیریم و f رو دوباره به دست بیاریم. خب این راه حل سواله، یعنی راه حل واقعی، یعنی من از این راه حل میتونم این سوال حل کنم، چیزی جلومو نگرفته. ولی بچه‌ها همیشه اینی که دارم میگم با حل کردن تست‌های زیاد به نظرتون میاد، یعنی انتظار ندارم مثلا اگه هنوز اونقدر برای ریاضی نخوندین یا تست‌های زیاد نزدین این در گام اول به چشمتون بیاد. همیشه دنبال روش‌هایی باشید که سوال رو بتونید برای خودتون ساده تر کنید. مثلا این سوال طراح با وجود تمام سختی‌هایی که توش انداخته یک راه فرار برای ما گذاشته که آقا بیا این عبارت رو ببین میتونی باز کنی و ساده تر کنی. این عبارت رو یعنی g(x) ما بیایم پایین تر بگیم g(x) چی نوشته اینجا؟ g(x) f یک جزء صحیحیه که تو اون عبارت جزء صحیح x به علاوه f(x). خب حالا ما میدونیم f(x) به ما چی میده؟ f(x) به ما 2 تا x جزء صحیح میده منهای x که همینجا اولین ساده شدن ما انجام شد. چرا؟ چون اینجا یک منهای x داره، یه x داره، این دوتا با هم ساده میشن و در گام اول ساده سازی ما f دوباره پرانتز باز
جزء صحیح 2x جزء صحیح داریم که خودمون میدونیم وقتی این جزء صحیح باشه قطعا اینم جزء صحیحه. پس ساده تر از این دیگه نمیتونست بشه. g f 2x رو از ما میخواد. پس ما الان کاری که باید بکنیم اینه که fx رو به دست بیاریم که میشه x تابع جدیدمون و تو این تابع بذاریم به همین راحتی. یعنی این عبارت میشه x ما تو این عبارت. حالا بیایم سوال حل کنیم. میگیم که f منفی 5/3 میشه چی؟ میشه 2 تا جزء صحیح منفی 5/3 منهای منفی 5/3. بچه ها همیشه وقتی با منفی سر کار دارین تو پرانتز بذارینش که این دوتا منفی های پشت سر هم قاطی نکنین. تو سوال کنکور که سریع باید حل کنین خیلی کمکتون میکنه که گیج نشین. جزء صحیح چی کار میکنه؟ به عدد قبلش برمیگردونه. تو منفی ها عدد قبل میشه عدد سمت چپشون که منفی 6/3 نزدیک ترینه یا همون منفی 2. پس میشه منفی 4 یعنی منفی 2 ضرب در 2 که میشه منفی 4 منها ضرب در منها میشه به علاوه 5/3 که این میشه منفی 12/3 به علاوه 5/3 یا منفی 7/3. این شد تازه ایگرگ ما. یعنی چی؟ اینجای کاریم تازه. خب حالا این ایگرگ رو باید تو این تابع بذاریم. چرا؟ چون ما جی او اف ایکس رو میخواستیم، یعنی جواب این تابع بیاد تازه تو تابع جی ایکس و بشه ایکس ما. پس این ایکس ما میشه منفی 7/3. ما اگه منفی 7/3 رو تو این جا گذاری کنیم جزء صحیح از ما میخواد که منفی 7/3 جزء صحیحش میشه منفی 9/3 یعنی کوچکترین عدد نزدیکش که منفی 9/3 یا همون منفی 3 که کل این عبارت میشه منفی 6. پس ما اگه f منفی 6 رو به دست بیاریم جواب سوالمون رو دادیم. میایم تو این منفی 6 میذاریم 2 تا منفی 6 منهای بچه ها دوباره گفتم حتما منفی رو تو پرانتز لحاظ کنین. عدد رو تو پرانتز بزنین اگه عدد مخصوصا منفی. اگه منفی نباشم این تمرین رو کنین خوبه. که این چی میشه؟ میشه منفی 12 به علاوه 6 که میشه منفی 6 که میشه گزینه 3. چون این سوال سخت بود یک بار دیگه مرور کنیم چیکار کنیم. سوال سختی نبود به نظر من، سوال پیچیده‌ای بود. شما بعد چند تا مفهوم کنار هم میذاشیم که سوال حل میکردین. ما یک ایکسی داشتیم که این ایکس رو تو اف ایکس اگه میذاشتیم به ما یک ایگرگی میداد. یعنی این تابع همچین کار میکنه که ایگرگ ما تو این تابع 2 تا جزء صحیح ایکس منهای ایکس. ولی وقتی ما جی و اف داریم یعنی این ایگرگ این اف ما تازه میره تو تابع جی و ما تابع جی بعد این ایگرگ رو بهش بخورونیم و جواب به دست بیاریم. ولی تابع جی یک تابع پیچیده بود که ما با نگاهی که کردیم بهش دیدیم که میتونیم ساده ترش کنیم و این کار رو کردیم و به این جواب رسیدیم و تهش حل کردیم و به جواب نهایی رسیدیم. این از سوال دوم. سوال بعدی یک سوال نسبتاً راحت تر بود. چرا میگم نسبتاً راحت تر؟ چون نیازمند این بود که شما یک عدد رو بلد باشید و اگه اون عدد رو بلد میبودین بقیه سوال حلش از یک روش منطقی و ساده پیروی میکنن. سوال رو بخونیم با هم. میگه نسبت طول به عرض یک مستطیل 5/4 است. همیشه سوال هایی که از شما تجسم میخواد همون اول یک شکل کوچیک جبرگی بنویسین خودتون رو راحت کنید. سوال های تجسمی رو با شکل خیلی راحت تر میتونید حل کنید. میگه با افزایش طول مستطیل یک مستطیل طلایی خواهیم داشت. نسبت مساحت مستطیل طلایی به مستطیل اولیه کدام است؟ یعنی داره میگه که آقا ما به طول این مستطیل یک مقداری اضافه میکنیم. من برای اینکه این افزایش طول رو راحت‌تر بتونیم شبیه سازی کنیم برای خودمون با نقطه چین بهش اضافه میکنم. یک مستطیل جدید داریم که این یک مستطیل طلاییه. نسبت مساحت مستطیل طلایی به مستطیل اولیه کدام است؟ یک مقداری بهش اضافه شد و ما مستطیل طلایی داریم.
اینجا اون چیزی بود که گفتم، اون عدد ساده‌ای بود که شما باید برای حل این سوال بلد می‌بودین، یعنی نسبت طلایی. نسبت طلایی این عدد هستش، 1 به علاوه رادیکال 5 دوم. حالا در مستطیل این نسبت چجوری به کار میاد؟ میگیم مستطیل طلاییه که طولش به عرضش از این فرمول تبعیت کنه. یعنی ما یک مستطیل داریم که اگه ارزش 2 باشه طولش 1 به علاوه رادیکال 5. نسبت مساحت این مستطیل دومیه رو حالا از ما به نسبت مستطیل اولیه میخواد. همین اول اگه مساحت مستطیل دومی رو به مستطیل اولی بنویسیم، میبینیم که میشه 4 ضرب در اون مقداری که نداریم ضرب در 4 ضرب در 5 تقسیم بر 4 ضرب در 5 که 4 با هم میره. یعنی ما طول این مستطیل جدیده رو میخوایم بر 5 که طول مستطیل قبلیه بود. بچه گفته نسبت ها 5 به 4، ولی ببین بچه سوالی که نسبت داره و از شما یک نسبت رو هم میخواد، شما برای راحتی میتونید همون عددا رو قرار بدین و سوال برای خودتون راحت تر کنید. حالا ما در مستطیل طلایی اینجا گفتیم که نسبت طول به عرض ما همچین چیزی میشه. پس یعنی اگه عرض ما 2 باشه طول ما میشه 1 به علاوه رادیکال 5. حالا عرض ما 4، یعنی یک نسبت ساده اگه بگیریم میگیم 2 میشه 1 به علاوه رادیکال 5، 4 میشه چند که میبینیم 2 برابر شده، پس اینم باید 2 برابر بشه. پس طول مستطیل جدید ما نگاه کنید الان اگه ما به جای عددهای خیالی x و y میذاشتیم بعد کلی اذیت میشدیم، ولی الان فهمیدیم که طول این مستطیل خیالیمون 2 1 به علاوه رادیکال 5 که اگه این تقسیم رو انجام بدیم میشه 4/10 1 به علاوه رادیکال 5. من اینجا رو پاک کنم که راحت تر بتونیم ببینیم. این میشه جواب سوال ما، یعنی گزینه 4. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال اول بخونیم. ریشه های معادله یک معادله نیم واحد از ریشه های معادله یک معادله دیگه بیشتره، یعنی این معادله از این معادله بیشتره. مقدار 2 تا مجهولی که 100% تو این معادله ها هستن رو از ما خواسته. برای حل این سوال بچه ها نیاز داریم که درک کنین که ریشه های معادله در فرمول های این معادله ها چجوری خودشون نشون میدن. همون جوری که اگه یادتون باشه من سریع بخوام مرور کنم، ax2 به علاوه bx به علاوه 3 مساوی با 0 همیشه استاندارد معادله نویسی ما میگیم که جمع ریشه های این معادله منفی b اوم و ضربشون میشه c اوم. جمع ضرب. ریشه به چیا میگن؟ مقادیری که این معادله ها رو صفر میکنه بهش میگن ریشه. حالا میگیم این معادله نیم واحد ریشه هاش از این معادله بیشتره. اولین چیزی که به ذهن من میاد یعنی این معادله جمع ریشه هاش 1 واحد، چون هر کدوم از ریشه ها نیم واحد بیشتر دیگه، 1 واحد از ریشه های جمع ریشه های این معادله بیشتره. پس ما بیام اگه منفی بی اوم رو برای این بنویسیم میشه منفی آ، باز دوباره من تو پرانتز گذاشتم اون عدد رو چون منفی ها با هم قاطی میکنین. بچه ها گوش کنین این حرف رو، واقعا بهتون جدی میگم. 1 واحد از ریشه های اون معادله بیشتره، یعنی منفی آ 2 اوم به علاوه 1، چون این 1 واحد از این بیشتره، پس این بعد به علاوه 1 کنه خودشو که به این برسه. اگه انجام بدیم ساده کنیم میشه آ دوم اینور، اونور میشه منفی 1 دوم به علاوه 1 که جمع این میشه 1 دوم. آ رو به دست آوردیم، آ مساوی 1 شد. خب حالا که آ رو به دست آوردیم میتونیم این معادله رو به صورت 2x2 به علاوه x منهای 6 مساوی 0 بنویسیم. اینجا کار یه خورده سخت‌تر میشه، دوست دارم که گوش کنید بچه ها که قاطی نکنید. این سوال روش‌های حل دیگه ای داره. من این روش رو به خاطر این دوست دارم که شما تو حل کردنش هم خیلی چیزا یاد میگیرید، از اینکه چجوری باید فکر کنید
وقتی یک سوال دارین حل میکنید. اینجا ما اگه ریشه های این معادله رو x1 و x2 رو فرض کنیم، میدونیم که ریشه های این معادله x1 به علاوه 1 دوم و x2 به علاوه 1 دوم. خب پس ما برای اینکه بیو به دست بیاریم میتونیم بنویسیم که ضرب ریشه های این معادله میشه چی؟ میشه b دوم. چرا؟ چون c آم میشد دیگه، نکنید اینجا. پس ضرب ریشه معادله میشه b دوم. اگه ما بنویسیم اینو b دوم رو، به ما چی میده؟ میگیم یعنی x1 به علاوه 1 دوم ضرب در x2 به علاوه 1 دوم، که اگه ضربش رو انجام بدیم میشه x1 به علاوه x2 به علاوه 1 دوم x1 به علاوه 1 دوم x2 به علاوه 1 چهارم. بچه‌ها اینجا الان همه اینجا ضربه، ببخشید من اگه به علاوه نوشتم، همه این عبارات رو ما داریم. x1 ضرب در x2 یعنی ضرب این دوتا در هم دیگه، ضرب ریشه های این ها در هم، که میشه -3. خب -3 به علاوه 1 دوم x1 1 دوم x2، که این با هم میشه چی؟ میشه 1 دوم x1 به علاوه x2. باز هم از این معادله ما سر در آوردیم. x1 به علاوه x2 هم داریم ما، میشه -1 دوم. چجوری -1 دوم به دست آوردیم؟ میگیم اومدیم اینجا گفتیم -b اوم میشه منفی ضرب در 1 تقسیم بر 2 میشه -1 دوم. پس کل این عبارت میشه -1 چهارم به علاوه 1 چهارم، که این دوتا با هم ساده میشن. این 1 چهارم این بود، اینم که کل این عبارت شد 1 چهارم. پس b دوم یه -3 اینجا بود، پس b دوم میشه چی بچه ها؟ b دوم میشه -3. پس b میشه -6. ما b رو به دست آوردیم، a رو به دست آوردیم. از ما سوال چی میخواد؟ آب چهارم جزء صحیحش b ضرب در a. پس ما برای حل کردن این ما جزء صحیح -6 ضرب در 1 تقسیم بر 4. بچه این چند میشه؟ میشه -3 دوم. نزدیکترین جزء صحیح بهش چیه؟ -4 دوم. یعنی چی؟ یعنی -2. این سوال میشه چند؟ گزینه 3 بچه ها. سوال بعدی رو که میخوایم با هم حل کنیم و با هم میخونیم. یک تابع دوباره داده، گفته اگه تابع fx مساوی فلان قدر باشه، مجموع جواب نامعادله این نامعادله‌ای که داده کدام است؟ اولین باری که یعنی اولین چیزی که به ذهنتون میاد اینه که این نامعادله رو بنویسید و ببینید که تو چه بازه‌ای این بزرگتر در میاد. اگه این کارو کنیم f و fx رو گفته بودیم، یعنی که ما بیایم جواب fx رو دوباره توی تابع دیگه بذاریم. حالا تو g و fx توضیح داده بودیم سوالای بالاتر. اگه بخوایم اینو بنویسیم یعنی باید جای این x خود fx رو بنویسیم. پس یک پرانتز بزرگ میکشیم، جای x کل fx رو مینویسیم، یعنی x به علاوه لگاریتم x به توان 5 به علاوه لگاریتم x، که لگاریتم رو دوباره جای x بعد fx بنویسیم، یعنی x به علاوه لگاریتم x به توان 5 به توان 5. اونور نامعادله رو اگه بنویسیم چی میشه؟ میشه f x به توان 5، یعنی میشه x به توان 5 به علاوه لگاریتم x به توان 5 به توان 5. چرا من اینو نوشتم بچه‌ها؟ نکنید یک هنری که شما تو حل سوال باید داشته باشین اینه که یا اصلا با خوندن سوال یا با نوشتن یک خط از سوال بفهمید آیا اون سوال قراره تو 10-15 دقیقه اخیر حل بشه یا نه. این عبارتی که من میبینم شما اگه ماشین حساب رو سر جلسه همراه خودتون ببرین احتمالی که این سوالو بتونین حل کنین نیست. اینجا دو تا راه دارید، یا
خب به حستون اعتماد کنید که این سوال قراره خیلی طول بکشه و حلش نکنید، یا به این فکر کنید که ممکن یک راه حل دیگه باشه برای حل این سوال. همونجور که این طراح، واقعا میگم طراح این کنکور خیلی خیلی طراح عجیبی بود، چیز دیگه تو ذهن خودش داشت، اینه که fx خب یک تابع اکیداً صعودیه. تابع اکیداً صعودی یعنی چی؟ تابعی که در طی دامنش، یعنی دامن x ما هرچی بزرگتر بشه y حتما بزرگتر میشه، یعنی حتی ثابت هم نمیمونه، بزرگتر میشه. مثلا یک تابع اکیداً صعودی تابع خود y مساوی با x، این تابع همیشه داره بزرگتر میشه. چرا این تابع همیشه اکیداً صعودیه؟ الان من خود تابع x رو کشیدم، تابع لگاریتم رو هم اگه بکشیم یک تابع این شکلیه تقریبا. نگاه کنید جمع این دوتا x به علاوه لگاریتم x، هر جایی از اینو جمع کنید، حالا تابعی که به دست میاد یک شکلیه که اکیداً همیشه داره بیشتر میشه. به این تابع ها ما میگیم تابع اکیداً صعودی. این تابع اکیداً صعودیه. و در تابع اکیداً صعودی ها ما یک قانون داریم، چون همینجور که x داره بیشتر میشه y هم بیشتر میشه تو این تابع ها، پس ما میتونیم تو این تابع ها بگیم که اگه یک نامعادله داشتیم که میخوایم بدونیم y این کی از y این بزرگتر میشه، ببینیم x این کی از x این بزرگتر میشه و اون رو اگه حل کنیم ما میتونیم اون نامعادله رو جواب بدیم. پس میایم برای این سوال به راحتی f ها رو حذف میکنیم، یعنی اینور معادله که داشتیم f(x), اونور معادله هم که داشتیم x به توان 5، این f ها رو حذف میکنیم و x درونشون رو میکشیم بیرون. یعنی هر جای این تابع اگر x5 بزرگتر از fx باشه، اونجا قطعاً تابع ما این y هم از هم بزرگتره. حالا ببینیم کجا هستش که x5 از fx بیشتره. اگه fx رو الان بنویسیم چی به دستگیرمون میشه؟ x به علاوه لگاریتم x به توان 5 x5. چون که تابع ما باز هم میگم اکیداً صعودی هستش، ما میتونیم این توان رو هم حذف کنیم. یعنی بنویسیم و میبینیم که x در دو سمت معادله هستش. اگه حذف کنیم یعنی منها کردیم عملا، یعنی بعد ببینیم کجاهای تابع لگاریتم x کوچکتر از صفره و کجای تابع لگاریتم همیشه کوچکتر از صفره، وقتی که x ما بین 0 تا 1 باشه. جواب این سوال پس شد گزینه 2.